президент جمهوری قرقیزستان صادر جابورов شام 28 ایون با سفری رسمی دو روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. او بعد انجام بازدید رسمیش از ترکمنستان به دوشنبه آمد. خبرگزاری دولتی خاور با نشر چند عکس خبر داد که در فرودگاه دوشنبه سرور قرقیزستان را سروزیر تاجیکستان قاهر رسولزاده و دیگر شخصان رسمی پیشواز گرفتند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که مراسم استقبال رسمی پرزیدنت جمهوری قرقیزستان در میدان قصر ملت که به خاطر پذیرایی مهمان آرا داده شده بود برگزار گردید. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صادر جابورов را پیشواز گرفته به بالای شاهصوفه فخری دعوت کرده است. مراسم استقبال با گزارش کماندیر قراول فخری صدا دادن سرودهای ملی دو کشور، گذشتن سران دولت‌ها از نزد صف قراول فخری، عرض احترام مهمان عالی مقام به پرچم دولتی تاجیکستان، شناسایی با هیئت‌های رسمی دو جانب جریان گرفته. با قدمزنی متنتن گذشتن جز اتم‌های قراول فخری از نزد سران دو دولت انجام یافت. گفته می شود در اطلاعیه رسمی چنین به نظر می رسد که مراسم استقبال از پرزیدنت قرقیزستان مطابق به چارچوب پروتکل سفرهای رسمی سران کشورها دایر شده است، ولی نه آن شهامت و شکوهی که روز 2 ایون ضمن استقبال گرم و جوشان از پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف در دوشنبه دیده شد. این نخستین دیدار روبروی پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جابورов بعد از مناقشه خونین 2 ماه پیش در مرز ولایت‌های سغد و بادکند است که از هر دو طرف بیش از 50 کشته و حدود 240 زخمی به جا گذاشت. توافق در مورد سفر صادر جابورov به دوشنبه روز 30 اپریل در جریان نخستین گفتگوی تلفنی امامعلی رحمان با همتای قرقیزش بعد از مناقشه خونین در مرز اصفره و ناحیه باباجان غفورov با ناحیه بادکند و لیلک قرقیزستان به دست آمده بود. کامل علمجانوف سخنگوی سابق پرزیدنت ازبکستان اون وقت نوشت که این گفتگوی تلفنی با میانروی شفقت میرزیویف صورت گرفته است. منابع آگاه در دوشنبه نیز میگویند امامعلی رحمان شدیداً مخالف گفتگوی حتی تلفنی با صادر جابورov بود و میرزیویف خیلی تلاش کرد تا او را به ضرورت این تماس تلفنی متقاعد کند. طبق توافقی که در آن گفتگوی تلفنی به دست آمد قرار شده بود که هیئت‌های دو جانب در کمیسیه تعیین و علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرقیزستان از 1 می به مذاکرات مسائل مرزی شروع میکنند و جابورov الکی در نیمه دوم ماه می به دوشنبه آمده با همتای تاجیکش توافقات در جریان مذاکرات مرزی حاصل شده را نهایی خواهند کرد. اما به دلیل‌های هنوز ناروشن این سفر تا پایان ماه ایون به تأخیر افتاد. در این بین در اول ماه ایون در مرز ناحیه لخش با ولایت اوش قرقیزستان نیز مناقشه جدی به وجود آمد که خوشبختانه بدون قربانی و توسط مذاکرات حل و فصل شد. با گذشت قریب 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر طول مرز تاجیکستان با قرقیزستان تا امروز همگی 504 کیلومترش پررد تعیین و علامت گذاری شده است. در منطقه های بحثی هر سر چند وقت بر اثر تقسیم آب، زمین، عبور غیر قانونی مرز و اختلافات قومی مناقشه ها رخ می دهند. خونین‌ترین مناقشه در مرز این دو کشور در پایان ماه اپریل سال 2021 رخ داد که در آن از جانب قرقیزستان 36 نفر کشته شده 154 نفر جراحت برداشتند. تاجیکستان از کشته شدن 19 شهروندش و جراحت برداشتن 87 نفر خبر داد. هر دو جانب یکدیگر را در سر زدن مناقشه اخیر عیبدار میکنند.